کشور پیرودکی را زاد شیر عالمگیر ما را داد کشور کی داد تو طبعی بلند بلبلی در عشق شیدای کجاست کشور کی داد تو طبعی بلند بلبلی در عشق شیدای کجاست خیسروی ما را بلند آواز داد شاهینی کلاب را پرواز داد شاهینی کلاب را پرواز داد تا زند خنجر به قلبی دشمنان شیر دل تیمور ملیک را داد تا زند خنجر به قلبی دشمنان شیر دل تیمور ملیک را داد کشوری کی کوسارش تاج اوست لال زارش در بهار امواج اوست مردمی آن بر بدون کی جهان میکند نظاره از بامی جهان مردمی آن بر بدون کی جهان میکند نظاره از بامی جهان کشور کفتاده بود از پای پیست تاجیکستانی من است آن خورد نیست تاجیکستانی من است آن خورد نیست کشور پیرودکی را زاد شیر عالمگیر ما را داد کشور پیرودکی را زاد شیر عالمگیر ما را داد شیر عالمگیر ما را داد استاد حلیمشاه شخص را کس در همکاری در سفر در همسایگی میشناسد. شما با شادروان غایب سالهای زیاد همکار بودید، رفیق بودید. کدام خصلت‌ها و خاطره‌های در یاد شما نقش بسته است؟ غایب سفرزاده مرد مبارز شاعر مبارز بود و همیشه فکر ملت میکرد. شاعری بود که خوشبختی ملت را فکر میکرد، زبان ملت را فکر میکرد.
و آینده ملت را فکر میکرد و همین بود که او ما که در روزنامه تاجیکستان شوروی کار میکردیم، اون درباره تازگی زبان تاجیکی مقاله نوشت و برای اما مقاله یک گروه بسیار کج نظران بودند و کار به درجه رسید که سر محرر ما اشور علیموف از کار گرفتند و بسیار رفیقای دیگر از کار گرفتند و ما که اون وقت جوان بودیم، ما هم همچون با ملتچگی گناهکار کردنی بودند و در آن مقاله هیچ روحی ملتچگی وجود نداشت، چون که تاجیکا از ابتدای عالم اینها یک روی عمومی بشری دارند. کتاب شعرهای غایب سفارزاده اما وقت به چاپ تیار بود و یک روز من مطیعالله نجم‌الدینوف مدیر شعبه نشریات دعوت کردن، گفت که هیچ کس نمیخواهد که محرر کتاب غایب سفارزاده شود، چون که بسیار گپ‌های سخت بعد در حق این شاعر است. خیلی ما میدونیم شاعر است، خیلی مقاله است و لیکن عاقبت باید نیک شود. گفت هیچ کس محرریش به گردن نمیگیرد و من گفتم من محرر همین کتاب میشم. در اداره در روزنامه تاجیکستان سویتی همان وقته همین خیلی بود که همه برای تازگی زبان مقاله خودشان با غایب سفارزاده میخوندند. تا غایب سفارزاده امضا نمیکرد همون رفیقای دیگر حتی کلان سالها مقالش به چاپ نمیدادند و تحریر میکرد و سافته میکرد تا زبان مقاله، زبان نوشته یا خبر بسیار سافته و فهما به مردم رسد. و همین خیلی هر یک شعرش درباره هر یک تاجیک بود که وی هنر داشت، وی استعداد داشت، وی دانش داشت، وی قابلیت داشت. عموما غایب سفارزاده این فرزند بزرگ تاجیک است. میخواست هرچی بیشتر و تیزتر از زیبایی یار و دیار، از درد و داغ زندگی هموطنان، از سخنان دل یار و دوستان بهره بردارد، آگاه شود. گویا برایش وقت کمی می کرد. گاهی سواری اسبی وقت تند می رفت و گاهی دیگر غرق اندیشه های حیات حیران و نگران می ماند. لیک کاروان آرزوهای او روان بودند و روان. او سراپا انسان بود، انسان دوست. در اویله هم خیلی مردی بود، اویله دوست و فرزند دوست و همه طرفه. شب و روز کارش خیلی مهنت بده، خوندن و نوشتن و همین کارا. ما صاحب 4 فرزند هستیم، اونا 3 کسش معلومات عالی دارن. خیلی بگیم که فاطمه و زهرا، اکمل جان معلومات عالی دارن. اکمل جان با خیال کم کم پیرو پدر است، زهرا هم خیلی. البته برای پدر میروان یکم تش. مرحبا دل تنگ نیست ما را چینی ابرو در بغل هم سنگ در بغل هم سنگ نیست ما را چینی ابرو در
در بغل هم سنگ نیست، در بغل هم سنگ نیست. چون بیرزد بر سری ما دوست بارانی صفا، چون بیرزد بر سری ما دوست بارانی صفا، پیچ تا بکسی صدای از دیلی به